سلام دوستان عزیز، روزتون قشنگ. من به عنوان کسی که تقریبا 25 تا 30 سال داخل شهر زندگی کردم و الان بعد این همه سال برگشتم به روستای خودمون و میخوام یه زندگی جدید آغاز کنم و از امروز میخوام روزمرگی هامو برای شما بذارم. این سگامون هم تا الان تو خونه آپارتمانی بی حیات بازی کرده بودن، اما خب الان تو این فضا واقعا دارم حالشو میبرم. اینم خونه روستایی ما که از امروز انشالله با امید خدا روزمرگی هامو برای شما میذارم. اینم باغه که انشالله بعد این که خوب مستقر شدیم همه اینا رو اینقدر قشنگ میکنم که خودتون تعجب میکنین. استخر سرباز البته چون نبودیم ببینیم چقدر آب داخلش کثیف شده، می اومدیم یه سر میزدیم میرفتیم، ولی الان دیگه ترجیح دادیم زندگی به این قشنگی رو به زندگی داخل شهر. البته اون موقع مجبور بودیم به خاطر شغلمون، به خاطر به حال یه سری مشکلات نتونستیم بیاییم اینجا بمونیم. ببینیم خودش چقدر قشنگه، هنوز تمیزش نکردیم خوب و هنوز خوب جا به جا نشدیم. اینم 2 تا اتاق پایین داریم، 2 تا بالا، 2 تا پایین این خونه است که میشه در واقع 6 تا اتاق.